اشکال نداره، اما در تشهد اینا نه. اما جسارت میشه اگر علماء کرام یا نرم گوش در اذان نداشتن مردم جسارت نمی کردن که در تشهد بگویند. همین طور کی نگفتن وقتی که نبی نگفت، علی نگفت، ائمه اطهار در اذان نگفتن، هم وحی در فاصله علی ولی الله ندارد. ما گفتیم وقتی که مشهور شد و کرنا شد که گفته میشه در میں در عهد دولت اون آل بوئے این شروع شده در قرن چهارم بعد از غیبت امام زمان. حالا بیشتر هزار سال ما گفتیم باید ندارد اگر بقاطع همین طور میشوند در 14 گفته بشه بقاطع دیگر نباشد ای بینید طالعی ورود بیرون دو تا هیچ نسونه بعد تادی بشین نماز قبل از نماز اشکال نگفتنی به خاطر اجایش آذان شروع شده. آذان نزدیک انا پوچھیں کہ معنی نہ کہ کل ما لم يخرج قال صادق علیہ السلام كما في رسول الله كل ما لم يخرج من هذا البيت فهو زخرف. دین ہم کے خدا صاحب پیغمبر اکرم ہمارا رسول علی از علی تا امام مہدی برش عمل کرنا ہر کے زیاد بکنا یا کام بکنا دین غلط ہے. اذا ظهرت البدع في امتي وعلى العالم ان يظهر علم فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. ما لعنت خدا این فضائل علی علیه السلام که خیلی زیاده. ضربة علي يوم الخندق أفضل من اليوم. این امتنزه دکتر سنی داره، حال الشیخ داره در کتب سنی داره. افضل من عبادت ابراهیم خلیل نوح موسی و عیسی ضربت علی افضله. خیلی یعنی خیلی مقام علی را بعد از خاتم الانبیاء همه بالا می‌ذاره. یقینا آقا در کلام در این نیست که فضل علی چقدر است. فضل در این است که علی نوری را کجا گفته بشه و کجا گفته نشه. رجا و تبرک اشکال نداره. این مسئله مطرح نیست. حالا مطرح این است که در تشهد شادی شروع نه تشهد نه توقیفیه اونو نمیشه. همینه. اذان هم اصلا توقیفی است. اذان که ما نمیدونیم خود بذات. معمول که حضرت گفت محمد بن فليقل علي این حدیث را قابل استناب نیست و حدیث من بلغ اگر این من بلغ را در دین داخل بکنیم دین اولیاء دین چند یعنی قواعد داره اسلام احادیث داره ولی متقنه سند درست بعضیش ضعیفه که ثواب داره گفتنش خدا مندانا ہمارا التماس دعا دارے وقت اذان میشه وقت نماز میشه ما مزاحم نشن التماس دعا دارے. السلام علیکم حفظکم الله انشاءاللہ ما دعا ہستے ہیں برائے وجود سلامکم الله حفظکم الله. حضرت علی باغ موصلی کا ہم تماس دارے کیا باغ موصلی نوالک ما کابل که بیر یه دار وقتی یا ملاقات و الباد میشه آراد یعنی جانه حالت میشد در کابل هستن بله اونا یک مدرسه درست کردن خدمت شما بارها رسیده ما در پاکستان و در اینجا در تهران و وقتی که بین قانون فرنسا بندمی آئے میگا این سالی چون نہیں آمدن 2 سال کابل بند شهرهای کابل انسان نہیں نمیدونم خوبا خدا مدالم شما حضرت علی را موفق میدارد توفیق داده شما زیاد بعد التماس دعا داریم کہ برائے کامیابی عین حق دعا فرمائے کہ ما خیر مشمول جی انشاءاللہ انشاءاللہ تمام خدا نے آپ کی امام زمان اجل اللهم صل على محمد صل على محمد یہ فرمائے نا ابھی بچے صدر حالات اللہ
خب خیلی خوش آمدید. فارسی بگم فارسی مفهوم. بله جناب. ما اشعار فارسی بله مقاله حضرت علی را چیز ہے کوئی یاد نہیں لیکن ملاقات نہ چلتا مجموعہ تقریب تشریف داشتید خیلی خوش آمدید در نتیجه مسائل جمیل حضرت خلیفہ نے دعوت دی وقتی شنیدیم حضرت علی تشریف آوردید خیلی خوشحال شدیم. چون وجود حضرت علی مقتنم هست برای هم پاکستان هم برای جامعه اسلامی. خیلی خوش اومدید. درست فرمودید. علاقه‌مندان به شما هی زیادتر دارن میشن. چون شما روزی از روزگاران پرچم مبارزه با خرافات رو بلند کردید. الحمدلله این از توفیقات الهی است. فقط خالفک کثیر فی ذلک. ولی الان که وطن میں فیاضن قلیلۃ غلبت فیاضن کثیرۃ باذن الله الحمدلله. عزیز صاحب ہم لوگ عزیزان گرامی صحبت کی گردن کے خدا و تعالی 4 دفعہ دفعہ حقا علینا نصر المؤمنین ان اللہ لا یهدی کید الخائنین ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا و دیگر جام فرمایا کوئی حق اللہ نام کا غالبات ہے انشاءاللہ تائید خداوندی دعائے حضرت امام زمان امرا باشد لا ينبغي التبع شدہ سعادنا الدلیل واقعی کفیدہ قوانین دارن کہ لا ينبغي التبع شدہ سعادنا الدلیل کرو وہ حضرت علی بله خیلی خوب بله اصحاب بله که چیز است من خیلی محضوظ شده با امریکا گفتم آقای قاضی هم بودن و مولانا سیدرات کو آقای شیرانی رو نام تو بر آقای همایشی برامون اینجا بگیرید. ولی میخواستیم ولی آقای قاضی اجازه ندارد. خیلی فضائل دارد این جوان تقریب واقعی اسم با مضمن دارد تقریب بین المذاهب الاسلامیه ماذا مجھے مضافہ کردن زمان کہ این کے تقریب بین المذاهب الاسلامیه است لیکن امامی قائم تقریب بین الملل بکنم چطور داری من گفتم کہ این دو راه است جبکہ ملاقات دیگر مذاکرہ و مقالمہ خداوند عالم در قرآن میں فرمایا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. ہمیں اساس قرار دے دیں بنیاد قرار دے دیں. خیلی صاف و پاک گفته بیایید. اونا میگویند که اسلام دین تشدد است و دین دهشتگردی است و فلان است. من گفتم اونا مفهوم جهاد نفهمیدن و اونا برسونه فلسفه جهاد چیه؟ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله لا نصرهم لقدیر. این ما دفاع میکنیم غزوات اسلامیہ چیز میکنیم. ہم ابتدا کفار کردن مشرکین کردن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کریں وین آکاس اخلاق رواجن قانونا ہم عرفن تاریخن انگلیسن آمریکن هر کار بگیرید میگن ما منطقه با آمریکا و انگلیس مشکلش اینه که اونها جنگ میکنن. این تشدد حل مسئلہ نہیں زیادہ ہے. یہ دیگر مسائل را جنم نہیں جاتا از اون پہلے دفاع عقلانی و درست از مجاهدین یکی از خصوصیات حضرت علی که انسان یا آموزه دینی را بدونه چگونه دفاع بکنه زمانی شناسی و فلسفه‌اش رو ارائه بکنه این از خصوصیات یک عالم روشنه. ہم توفیق الہی است بس ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی در دوام دارد بردرق بنماز ابو اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا الا فاقا. بس این توفیق الهی است. اجا شما فارسی رو کجا یاد گرفتید؟ نجف بودم سالا اونجا فارسی هم چیزی میشه. نجف فارسی میدونست؟ برای فارسی برای اکثر علما
که آقایون هستند اگر عرب هم هستند ایشون دیگه فارسی بلد هستند. خوب یاد گرفتید اونجا چون جو فارسی غالب که نبوده تمامیش و در مملکت خودمون وقت قبل از این که نجف دیدم اون مغلستان و بوستان سعدی و کریم و چیزا و این اتارش این هم مضمون کستند از حالات پاکستان. ایشو میگن که با ایشو برسونه که اوضاع پاکستان کی طوری نه گفتم ایشو مضمون کستند الحمدلله. حالا ما مبتلا هستیم به چند حقایق و ممانع و دیگر مسائل و شدائد. یک طرف وهابیان نصاب خوارج زور بیانشون این است که معاویه افضل است. یک نفر کتاب نویسته خلافت راشد کر رہا ہے اون میگویند علی از خلفای راشدین قائل است. یا کونجا نعرہ میدارند خرباز خارجیا حق چار یار وہ ایسیتا کے برحق هستند. علی از کجا یعنی وہ نعرہ تقلید میدارند و اون حضرت امیر علیہ السلام کا از خلفای راشدین قائل. ان طرف ان تصوف ان طرف کے باید داریں ذاکر داریں ملان داریں انہا نعرے شونا تقابل علی با خدا نہیں خدا پوچھا تھا علی بزرگ تھا خدا مومن علی امیر المومنین واللہ المؤمن والمؤمن یہ نمی بامان کہ وہ مومن جے بچے مانا و ان مومن بچے مانا علی اللہ در کلمہ بھی گویا علی ولی اللہ فنک دے نعرہ بھی دانا علی اللہ وہی علی اللہ ہم سامتا دارے این طرف این مصیبت ہے وَإِنَّ الْغُلَاةَ شَرٌّ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا این داخلی اوضاع ما ہمیں طور عمر اکثریت مردم ہمیں طور اقربون عمیرہ مردم را دانا مشرک بھی سارے قدر حقائق قدر آمار وقت دے گا ما علی را امام بھی دون وقت دے گا ما اہل بیت را چیز مل بلی و خدا می دانے حالا حاجت نماز چیز حالا ضرورت چیز اگر بروزہ و نماز و دینا بجنب میرے فائدہ ہے اقرار ولایت علی کی ہے لوگ گمراہ چیز کرنا در عمل فاسد در عقیدہ مشرک بعد پاکستان بهتر گذشته نشده الحمدلله یک خیر تغییر شده الحمدلله بساب مسائی علماء حق و تقریر و تاریخ و مرد و تدریس و خیلی اوضاع شده الان مشخص این متدینین هستند این نوانی هستند این والی هستند این مؤمنین هستند این موحدین مرزها مشخص شده بله الحمدلله یک انقلاب فکری و ذهنی پیدا شده بین مردم اولا که من در سنه 1965 کتاب شرح عقیدہ شیخ دوبرا شرح نوشتم آسن فوائد فی شرح الحقائق تو دونوں حضرت عالمیوں نے کہ خدا خالق است و رازق است و توحید بچاری زمان توحید ذاتی و صفاتی و افعالی و عبادتی اول اداد کے من کردن گفتن این مرد جیب است از نجف آمدی و میگوید اللہ خالق است خدا رازق است خدا موحی و منیر است این کار کہتا تمیر میں گناہ خدا جگہ این اول اداد لیکن اون وقت این ہوئی عالم اندر 48 سال گزشتے اعتراف بر توحید بله توحید حالا همیرا مردم نمی شناسند خدا چی میوند و مولا علی چی میوند گفتم چهار قرن گذشت و شما اینا نفهمیدید که عقید ایمان چیه علی را امام بدانم یا خدا بدانم خجل بیشتر اونجا مگه علی اللهی هم دارم ولی این بلند آگه هستم نه نماز نه روزه نه چیز نه فلان و همین بس کم میدانم گویند عباد نماز ما همین است روزه ما همین است عبادت ما همین است هیچ بلکه بعض یاد که منکر وجوب این عزیز منکر وجوب این است با اون اشخاص مبتلا نماز چی نماز کے قاتلان امام زینب میخوان روزہ چی فلان جگر روزہ دارن فلان جگر روزہ بله اینجور من خوابیت هم با شما مخالفت میکنه اونجا بله خیلی بنده در رضی اونا کتاب نویتم کتاب ها بلکه نویتم ایچو جا کتاب نویتم بودن قبل ولادت بنده آفتاب ہدایت در رد رفض و بدعت
و خیلی آمد چاپ شده بود و در دادند لکوب و می گفتند که شیعه نمیتواند که تا روزی قیامتی جوابی کتابی نویسد. زنده در جواب روزی نویسند تجلیات صداقت و جواب آفتاب هدایت. حالا 4 سال میشه کوئی بار چاپ شده و تقسیم شده و حکومت میموند کتاب را ضبط کنید مظلم را چیز درون خام چیز بے بندے پر درون چیزی زندانی بکنید. لیکن من گفتم شما این چیز تقاضا میکنید شما همه جمع بشید و جواب میدید. الحمدلله ما تقریر میکنیم الله سنت کنید. همه نصاب و خوارج گفتم که تا مادام که این کتاب آئے خودتون را دریابرد نکنید آتش نزنید این جواب نمیتونه که جواب میدن. همینطور یا کتابی در مسئله امامت و خلافت کی غیر مسئله امارت العراق در مسلمان کا تمام اثبات و امامت الائمۃ الاطهار فی ذوی العقل والاخبار والآیات والیوم عربیه نظر کن ولی اسمش عربی دیا اسمش همینطور که اسم کتاب هم در 2 سطر میگوید آسن الفوائد فی شرح العقائد. همینطور اثبات و امامت الائمۃ الاطهار فی ذوی العقل والآیات والاخبار تحقیقات الفریقین اولادین سے زکلین. آقای تصویر خدمت شما رسیده بودم چند مرتبه ملاقات حفظ و غلام بدارد مردم همه خوشحال بودن. اینجا میان این متصل نیستن. یکی بود البته اون سمیع الحق ولی بعضم خوب شد. نه اون حالا خوب شد. ما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از حضور حضرت علی در ایران به شکل عام، حضورتان در قم به شکل خاص و افتخاری که دارید به این مجموعه به شکل اخص و به حمدالله حضرت علی راهی رو گشودید در پاکستان که حالا ثمرات اون رو الحمدلله با چشم خود می‌بینیم. من یادم شما روزی در پاکستان تنها بودید و آثار این تنهایی هم گاهی در قم نمود پیدا می‌کرد. یعنی تنهایی اونجاتون به اینجاتون هم گاهی سرایت می‌کرد اخبارش. ولی به حمدالله فضاهایی که ایجاد شده به برکت علمای پاکستان، علمای ایران، علمای شیعه و پاره از علمای اهل سنت، برکت علامه سید ساجد مقالی که اونجا تشریف دارن، فضای اطلاعیه‌ای آماده شدن. امروز می‌بینم با شما دوستان از هر طیفی همراه هستن، از هر طیفی همراه بودن با شما الحمدلله ما خیلی خوشحال کننده. شما حسن سلیقه دارید، 1 حسن حافظه دارید، 2 حسن تحلیل و حسن نکته پردازی و پاسخگویی و تبیین علمی دارید، 3 اینها رو کنار هم که جای بدیم باید از شما یک شخصیت مصلح بسازه که الحمدلله از یک طرف با وهابیت شرور بی عقل در واقع در مبارزه هستیم، از یک طرف با احیانا اندیشه های غلو آمیزی که با شیعه گری سازگار نیست در مبارزه بودید. اینها خط روشنی است که شما به همراهان داشتید. امیدواریم که بشود ارتباط بیشتری با ایران، با قم، با علوه ها و فضلا. خوشبختانه در قم هم ما خدمت فضلای پاکستانی که میرسیم یک جنب و جوشی در میان فضلای پاکستانی رخ داده. این جنب و جوش رو من از این جهت میگم که نهضت ترجمه کتاب‌ها به اردو اوج گرفته. تشکل پاکستانی ها زیاد شده است. تشکل‌هایی رو به خصوص تشکل در سایه مرکز جهانی من دیدم تشکل‌های اونجا و تشکل دیر مجموعه خود دفتر علامه سید ساجد نقوی و تشکل‌های دیگه. تحول دیگه‌ای که بین طلاب پاکستان و فضلای انسجام فیما بین هست. این انسجام هم خیلی خوشحال کننده است. و از همه مهمتر این که
طلاب پاکستان به سمت علم و دانش و تحلیل و تبیین علمی رویکردی پیدا کردن و شاید این تحول را هم بشه و تحول مهمی برای علما و فضلای پاکستانی مقیم ایران و قم به خصوص در شما این که نگاه تقریبی پیدا کردن، مرتب در تماس هستن با مجمع تقریب و های تذکیری یا با قم که یک فضاهایی رو، یک ندوهایی رو غیر از شما کسانی دیگه هم با من در تماس هستن که بنا دارن که ندوهایی بگیرن و کارهایی بکنن و خلاصه میشه گفت پاکستان الان در یه وضعیتی است که شیعه اونجا داره ابتکار عمل رو به دست میگیره در ایجاد وحدت، در ایجاد دین عقلانی اسلامی و خلاف جدایی و قدردانی از علما که اونجا از جمله حاجی آقا که به هر حال نام و یاد پاکستان بدون اصلاح در پاکستان بدون ایشون نام و یاد غلطی. امیدواریم انشاءالله حضرت رو خداوند عمر طولانی علمای اونجا را، فضلای اونجا مثل ساجد نقلی رو که حق بزرگی واقعا داره در پاکستان. نمیدونم اون مصاحبه حوزه را خدمتون دادن آخرش؟ بله اینجا چه برنامه‌ای داشتید در قم؟ آقا من اینجا آمدم روز چهارشنبه شب چهارشنبه روز پنجشنبه اینجا پروگرام داشته من در حضور جدیه پورا چیز کرده من حافظ حسین من یک شعر دفتر اقبال نوری خوندم در اردو است گئے دن ہمیں چھوڑ دیا اللہ تعالی پر مجھے وقت کہ من تنہا بودم لیکن اللہ الحمدللہ پتا پہلے پڑے گفتم گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں جہاں اب میرے رازداں اور بھی ہے ہمارا یہ بدر صبر گزر علماء کرام اور دلونا تشریف گفتم الحمدللہ ہمیں کو فرمایا یک دفعہ اونجا کتاب نبی کی تذکرہ علماء امامیہ در اسلام آباد راجے بندن روایت کی خوشبخت هستم که در زندگی خودش ثمرات و آثار کامیابی و کامرانی خودش نمی‌کنم. تو لہذا ما مسئولیت ما را خود منیفان ادا می‌کنیم لیکن ما هیچ فخر نمی‌کنیم که من این کردم اون کردم همه لطف خدا کرده ورنہ این اوضاع بود اونجا مقاومت و مقاومت و عوام برخلاف و خواص و ذاکرین و مقررین و لیکن سبات قدم چند شده سال در پاکستان هستی؟ بله یعنی بعض در سال 1960 من بنده برگشتم 1960 این که برکت خضاب امیر روزانه سراج موسیقی رو بودن 20 سال کا بر شمارا در کراچی دیدہ بودے شمار استفید کر دیتا اللہ جوان شدے گفتم اللہ محمد برکت خدا من خلاف میں جناب تھا مخالفین نہ سنا یہی پہلے پھر ہمارے جو دے وضو دار بیٹھ شما سنتون چه شما؟ اما خلا عمر بندہ در چیز 60 و 6 سال داری سنی نیست 76 بیش از اون سرحالی الحمدللہ علی کل حال این لطف خداوندی از ورنہ اصول سیاحت و افضان سیاحت ہمارا چیز ماں کتابای فقهی هم داری؟ بله قوانین الشریعہ فی فقه جعفریہ مفصل کلام در 2 مجلد استدلالیه بله نه در آخر اونجا ضرورت است که بعد اردو نوشته بشه ولی ينذر قوم الله وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه تفسیر ہم نوشتہ بندہ فیضان اور رحمان کی تفسیر قرآن وسائل و شیرہ ترجمہ کرنا 10 جلد اون در تفسیر هر سے جو شما دیده بودید؟ انشاءاللہ یعنی بازار هست؟ بله در بازار پاکستان عمر بندہ بعد بس فرستم لیکن ہمیں تو نہیں تھوڑا غصہ پر عزیزان کی باید کے دار چیزیں میری بھی دارے کے دار باجت چیزیں میگرا فلانی دیر فلانی رب لے فرمان انشاءاللہ من میں فرستم دیر دار سراج فرمودا مغفران انشاءاللہ
दीगर वसाइल वशीला का बंदा तर्जुमा कर को बले 20 के याद बचा मुझे जगह बाकी मोटर मुझे के बंदा آثار زیاد دارن آثار خیلی زیاد در یک نوع همچنان نبوغی درشون بس فضل خداوندی اگر بندا هیچ تدریس و تصریف و تعلیف و تقریر و قدامت و این همه محفوظات بسیار زیادی داره، حتی محفوظات فارسی زیادی داره ما نداریم. اشعار دیوان های فارسی زیاد نیست. بعضی کتاب‌های در کتابخانه ائمه راشدین خدمت خدمت سلطان ہمیں کو نیمان بنا روشناس کے خدمت گزار یمنون عام دستانونا یمنون علیکان اسلام بلن لو لا تمنوا علی اسلامکم بلن لو یمنوا علیکم ان اناکم یقینا مایت باید کی آرام بکنے بچوں کے غلام بکنے جو توفیق دا ورنہ ما هیچ عربی محصولات چیزی نداریم. بله اونجا که الحمدلله عربی خیلی اونجا خانده بودیم بعد نجا کرده با خدمت اساتید بزرگ چاپ شده اون اجازات با اساتید بزرگ اللہ یقین و آقای خوی و آقای خمینی من اجازت دارم وقت کی شده نجا چاپ هم شده بله وہ یک اجازت ایسا بیٹھا نہیں وہ ذرا نامی خدمت پہنچا دے گئے نا وہ رسالہ تو ہے حرمت اشتراشی هم داریم؟ بله 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 حرمت اشتراشی قرآن و سنت کی روشنی میں یعنی در یہ کلام میں اس طرح ہوتا ہے موضوع ہے اسلام میں اصلی گیس رحیم اسلام میں رسمی ایمان سے جوائر رسمی ہے سالم البرائن فی المقصود تحقیقات طریقین در وقت قیام در نجم نوشتم علماء عالم تقریضان نوشتم ایشون قطب در واقع تفکر پاکستان هستن علامه رهبری میکنن الان باید بر اساس این دو شخصیت تحولات رو انشاءالله بایشون هم داریم این روز جاک اینجا مصابہ شد بطرز اول روزے کی تشکیل شدہ تاریخ نفاذ بھی گئی جاتی آج روز اول اندہ عملہ اما قائدین آغا مفتی جعفر حسین و قائد شہید و ان قائد سید ظاہر کرنے کو اللہ برحمان کو مکرنا مفروض نیت کون زانا من بنا تکون راسن ما اقام نشک منا اندہ گروہ میں نیوے مقصد ما آمن یقیس مانای شیدار حسین الحسینی ایشون همراه شیدار حسین الحسینی شروع بکنه و ملاقات خصوصی حضرت ما داشت اما افسانه حضرت امام تایید میکنیم برای جام دارن برای جام دارن تدریس هم داریم در بله الحمدلله یک مدرسه بزرگ مدرسه سلطان المدارس الاسلامیه برای طالبات داری بله بله اون عقیل جامعه علمیه عقیل بنی هاشم این برای طلبه سلطان تصویر سلطان کتاب وقت اونم مجبور من جگہ اینجا بزرگترین عالم اینجا به اگر مراجع تریز اونم نمیتونه که تبجیل منبر در جیل اسلی اینجا لازم است
بفهم همی دارد دونا مفتدین و مقربین دین تقریبی کنم باید ما در راه نکنم. با قوم درش خوندید؟ در قوم؟ نه مستقیم نجات مستقیم بعد از این میگیم بله به خدمت شما برسند چون کم دارم بله حالا فقط هم یه دونه بعد میگیم خوب اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد على